سر کار است. خب دیگه مثل که چلانه کار میکنه. باز از چی میگی؟ از حال خواهش دل شما شیر افکن و مرد افکن نقلیه کلانه. شما شاید نشنیدم. نشنیدیم بود نه نقلان او غیر از بیداد بی بیت از من شما یک رستم رو اگه شروع کردیم زیاد نگفتیم یکی دو تا از افلیل و لیل و من از این حتما خوندن بود و همو بیدارو. این شیر افکن و مرد افکن چند ساعت میشه؟ شاید ساعت باشه. 1 ساعت. ببینید که ساعت باشه. مانده نباشیم زیاد. حالی تیاره گود دست بر زلف فستدم شب بود چشمش مست خواب میکشیدم هر طرف ناگهان آمد آفتاب گفتم ای خورشید سر زد ماه من بیدار شو گفت که تا من بر نخیزم کی برآید آفتاب گفت سلام علیکم ای دل افروزی من بهاری رخ از صبح نوروزی من قسم میخوره بنده بعد از سلام به جان تو ای دلبر خوشکلام اگر خواب سازد فلک پیکرم ز عشقت بگذرم کافرم توتی شودم شب خواب ندارم بیمار تو هم شربت ناب ندارم در پشت کتاب ها همه کس نامه نویسد من دیوانه ز عشق تو هم نام ندارم گو ای بچه دانا باش که به زیر نیم کاسه گوسفندم پیدا خواهد شد. دیگه سرگذشت بودی نمیگم سرگذشت شما بسیاره. گو اما اوریان اخبار و ناقلان آثار محدثان شیرین سخن گفتار چندین روایت میکنم که در ایام قدیم یک پادشاهی این پادشاه یک پسر داشت و پسر خود را بسیار دوست داشت. پسر دی کلان شد هرچند که به پیش پسر خود ارد میکرد که بابا چشم منوا هست بیا که تو را زن بدم میگوی بابا من زن نمیکنم. هرچند که به پیش ادی بچه خود ارد کرد بچه ادی قبولدار نشد که من زن میکنم. آخر یک خان وزیل خود گریف گوی وزیل گو بلی گو اگه هر روزگاری هست پسر تو باید بچه مر به اقرار بیاری که من بچه خود را زن دم. وزیری بچه بادشاه میمون کرد آورد هرچند که پسر ادی بخون گوی بچه بادشاه پدر تو بسیار ارمونات داره که دل خود بالا بیاره و تو را زن بده چرا تو به اقرار نمیایی گوی وزیر زن نمیکنم. این مجبور کرد گوی وزیر بیک دل زن میکنم گوشتا زن میکنی گو من عکس خود را میگیرم میدم به دست پدر خود به مانند عکس من همون تو چیزی پیدا کنه که به عکس من بخونم من او را میگیرم. گفت بسیار خوب است. صبح وزیر آمد به پیش بادشاه گفت بادشاه قبلی عالم او را کمک رازی کردم گوشته گفت میگه عکس خود را میگیرم به دست پدر خود میدم پدر ما باید به مانند عکس ما اگر پیدا کنه میگیرم اگر نکنه نما. بچه رفت عکس خود را گریف آورد به دست پدر خود داد. پدر از دیگه وزیر گفته که بله گو همی تا که این راضی کردی این عکسی تو باید شرط به شرط ملک به ملک بگردی که تا مانند ازی پیدا کنی. وزیر بیچاره گوشته به بالا افتاد و می عکس وردش به بغل خو کرد و یک اسب جانانی گریف تنگ زورتنگ آن را کشید خورجین را لعل جواهرات کرد و پا بلقی رکاب کرد و خدا بیگانگی یاد کرد راه قبل زمین را در پیش گرفت و خواری و مشقت میکشید و میرفت. این وزیر در گردش بگذاریم چند کلمه دیگه بشتم که یک بادشاه دیگه بود به دیگه شهر. این دختر دی بسیار قدرسی دوست صاحب صورت بود و قصر تنهایی داشت و 40 دختر خونه همراه بود. این بادشاه روی خربتی دختر خو کرد که ای بابا تو کلان شدی و دین تو در گردن من هسته بیا که تو را بدم به شوهر بدم. میگو بابا به شوهر میکنم. هرچند که به پیش از این دختر خواهش کرد و عرض کرد این دختر قبول نکرد. آخر دختر را مجبور ساخت گفت بابا عکس خود را میگیرم میدم به دست تو مانند خودم اگر پیدا کردی او را میگیرم اگر نکردی نمیگیرم. این دختر عکس خود گرفت آورد داد به دست پدر خود. پدر از روی خود را به وزیر خود کرد که این وزیر یک عکس را گرفته شهر به شهر بادشاه یار میگردی که تا مانند دخترم همین تا جوان پیدا کنی. این وزیر هم بگذارم که عکس دختر را به بغل کرد و سر و بیاون خودش خاری و مشقت میکشید و میرفت.
ما بین یک دست یک چشم آی بود. این وزیری که طرف و پسر بود همینجا اسب خود را بسته کرده بود و به خو یک سر چای دم میکرد که دید که از ما بین دست یک دولختی نمودار شد. گفت بعد اینجی دوست پیدا شد که مرم همجگه هم اسبم رو از ما خواهش مر پیاده خواه خودش ایستر ما دید که از ما بین گرداغ سوار یا ما سوار به پیش از یا ما دید که همیت لباس های وزیری که ای داره و هم همیت لباس های وزیری داره. از اسب پیاده شدم، هر دو تا خودم خوش آمد کردم و چای را خودم نیش جان کردم. وزیر از این پرسان کرد که ای برادر وزیر تو از کجا هستی؟ این کیفیت گفت که همی تو بچه بادشاه انا عکس خود را گرفته ما بگردشم که مانند ازی همون تا چیزی پیدا کنم. انا من نمیفهم که شما به چی سرگردونیم. گو من وزیر فلانه بادشاه هستم، دختری داره بسیار صاحب صورت صاحب جماله. انا پدری به پیشی عرض میکرد که بیا که تو را بودم به شوهر که دین آخرت در گردن من بگرده. انا او هم عکس خود گرفته که باید مانند عکس من را باشنم. گفت بیا که همی هر دو تار به هم رخ کنیم سعی کنیم اشتو میشه. این هر دو تار که به پیش هم رخ دادم دیدم که هیچ کدوم فرق نکرد که دختر کدوم که پسر کدوم که. این عکس‌ها گرفته وردشتم آمدم به شهر پدر. پدر همی دختر. این عکس‌ها که بیاوردم این پیش دختر ببردم شهر از این نزدیکتر بود. این عکس‌ها که دختر سعی کرد چیش مادی که بفتاد رد روی خانه پدر خود گری که ای بابا شوهرم بیار. گو بابا تو صبر بکو که این مرتکه بیامده یک چند شب میمونداری از این بکنیم. گو بابا شوهرم پیدا کو بیا. این به میمونداری نگدش. آخر این وزیر خورم خودی از این امرا کرد. آمدم به سر پدر از این بچه که تو بیا حرکت کن سپاه و لشکر وردار بیا عرصی بچه خور بکو. از اینجی بادشاه به پیش از این که آوردم بچه دست بچه بادشاه که دادم. بچه بادشاه که یک سال سعی کرد دید که عکس خو و عکس دختر هیچ آدم دیگر فرق نکرد. سپاه و لشکر وردشتم خیمه و خرگار بار کردم سر به بیابان گذاشتم و راه شهر پدر از این دختر را در پیش گرفتم و میرفتم. آمدم تا طرفی نمازدگر به سر یک لب رودخانه رسیدم. همینجی تجیرای خود را بپا کردم که صبح حرکت کنم که باز اینا برم شو شد بالی از اینا. این بچه وزیر خودی از این بچه بادشاه همراه بود. هر دو تا از اینا در مابین رودخانه گردش کردم. آمدم یک خونه شکسته خرابی بودم اینجی با پای همی خونه خرابه که رسیدم. یک رن بچه بادشاه یک قیق ناسنگلی کشید که بچه وزیر یک تکن. بچه وزیر که سعی کرد دید که رنگ از این دگر غم شد. گوی شهزاده گفته که چی میگی؟ گو این قیق تو از بری چی بود؟ هر چی که گو برای گپ نکرد. گو باید به من بگی ما دوستتونم ما رفیق همراهتونم تو راست خود به من نمیگی؟ گو ما به تو میگم به آن شرطی که تا وقتی همین معامله معلوم نشد هیچی به من نگی. و خوبه گو انا مر همدمی که بروی تخت بشونه بروی تخت من میمرم. مر ور میداره پدر من میت مر که بیاره ببره به شهر ببره با پدر من بگو که میت مر به شهر نبره. میت مر ما بین همی خونه شکسته بگذاره و 4 دوباره از این گل کنه و هی کنه بره کنه. اگه بمردم اگه نمردم که هیچ گپ و هیچ سخنی نیه. خیر از اینجا حرکت کردم آمدم به شهر پدر از این دختر آمدم. دختر را نکاح کردم دادم بخشی از اینا هر دو تا دست به دست کردم آوردم بروی تخت بشوندم که یک رن یک قیق کشید بچه بیوش بفتاد سر بلا کلنگ وقت بمون. بزن بگرد شد بگذاریم که سر صبح فدا برآمد عالم روشنی شد. این بادشاه میت بچه خود را گرفت به تابوت. او از موتری نبود در بالش شترها بود اسبا بود. این بار کردم و می آمدم. رسیدم به لب همین رودخانه منزلگاه از اینا بود. همین جه شترها تا کردم تجیرهای خود بپا کردم. بچه وزیر بیامد که این بادشاه قبلی عالم. روزی که ما بیامدیم به همین جه تا کرده بودیم همین شهزاده همین تا رفتیم به گردش خودی ازی به همین تا برسید یک قیق ناسنگلی کشید. یه خان از این سخت کردم که ای شهزاده چرا این تا قیق کشیدی؟ گفت برای گپ نگرد. یه خان از این که سخت کردم گفت اگر میشه که همین کار بشود به پدر ما باید بگی که مر از همین جاگ مر دوست داره نبره. انا میت مر بیاره ما بین همین خونه شکسته بگذاره 4 دوباره از این گل کنه و هی کنه بره. آنها تو اختیار خود داری میگذاری بچه خود اختیار خود داری نگردن ما بگردم وصیت گو کرد ما بتو میگم.
این بادشاه گو وقتی که بچیم خود به زبان خامی وصیت کرده، این در مابین خلا شکسته همراه تابوت ادی بگدش 4 دوبار ادیش گل کرد، خیمه و خرگار به هم کرده کرد برا بشر خوره. دستلاف کرد به فوتاداری خوشا ورود بگدار که مردمان را پلو میده و شوروا میده و نید میده. این در خیرات ادی بگذاریم چند کلمه ادی دختر بشتیم که دختر یخان پدر خود گریب که بابا شوهر مرد پیدا کن. گوه بابا خب چی مرتکه بمرد میت خوروردیش برا پس به ملک خورد. گو بابا من نمیفهم شوهر مرد پیدا کن. هم صبح هم یخان پدر خود میگیره و شما هم یخان پدر خود میگیره. آخر گفتا که ای غابی گیشتی بریده به چی مرتکه بمرد مکو نمیتونی پیدا کرده خودتو برو پیدا کن. گو اجازه هست که برم گوها چیل کنیدی چیل دسترشی آورد و سربر ادینا کرد. یک دسترشی با چاغونا آورد و سربر خود کو کرد. هم مرینار سلا داد و سر یک اسب دینا داد و تجیر خود بار کرده کرد. خیر از قضای الهی رسیدم امشب به پای همین خونه شکسته. دیل دختر دید که دگه کشش به دیل ادی پیدا میشه. گو همین شطرار خود شطرار خود دادم تجیر خود پاک کردم. رو به این بریبر میگرده رو به این خونه شکسته که شوه میشه. دیل دختر دگه کشش میکنه دگه جلو پیدا میشه. آمد به پای ادی خونه شکسته دید که 4 دوبار ادی گل کرده با پرچه زد این قلبه دید که مابین ادی تابوت خودش این قلبر کلونتر کرد ادمی جدرو خزید آمد به خونه تر دید که لخ کرد دید که شو ادی رو خوربخچه ادی نفراخ کرد که شما واقف و حال روزار خود امشب باشیم نیک خیشیم وای به جان شما که من ادی خونه شکسته با در نمیشم. تاقی بود بلا شد بم سر تاقی دوری رابطه هم تاق هم جگاه تب کرد. همی تابوت که شو شد تاریخ شد شو قراری شد. یک درن دید که چراغ به دست یکی تماد بخونه تماد. بیا ما دید که برزنگی چراغ به دست زدی قوری برین تیار کرده بیا چور وردش ورد زد بدون ادی یکی دو سه بچست که زد و خس بجا خوبش نانه که بخور شکم خورسته کرد بیا همی فیل بعد همراه ما بکن. گفته که خدا یکی که نمیکن. پس هم چور وردش یکی دو سه زد چوی دگر وردش زد 2 تا چوب بود. این پس مردی هم جگاه بمردید بم تاود بگدشت و گوی افتولگان اومد میخورد شایی که برابرت کرد. این دختر که بدید چور وردش یکی 2 3 زد این بچه اسکه زد و خیز و جا خوبشی صدا کرد که با ما چراغ بیاری. چراغ آوردم همین که خودی ادی امشب تیر کرد و اختلاط آوانی خوربه کرد و همه کیفکان بچه بدی زن خو گفت و زن ادی خودی ادی اختلاط کرد با تا طرفی نمازدگر اینا هر دو با هم دگر ششته بودم راز دل میکردم. طرفی نمازدگر همون چور وردش یکی 2 3 زد مرده شد. پس بم جای بگدشت و با دختر را بم تا خف کرد. بمی تا خف کرده بود که یک گرن طرفی خفتن شد که با چراغ به دست ادی بردنگی از کشتم. دستا ادی بشوش بچه نون بخورده بود شکم ادی سیر شده بود که دختر آورده بود بخشی ادی هر اشیا تیر خودی ادی بخورده بودم. این اسکه زد وقتی به جا خوبشش دستا ادی بشوش برنجار به پیش ادی خودش که بخور. گفت نما هر چی گفت تو همی خرجتی بود همیشه و میخوردی امروز چرا تو نمیخوری؟ معلومه که گپی در اینجا هسته. وقت چراغ وردشی بر بپلید که یک دون دختر با تحت آق بدید همچین که تابوت بگرفتید وردشی که برابرد کن. دختر وایر بم آمد بیرو شد آمد به این تجیر خود تا با آل صبح آروم و قرار ندینم کیله چی روزگار شد. خیلی مقصد ادی چند روز دیگه دختر ایبر گردش میکرد. درک ادی زده نتونست آمد به یک دشتی تجیر ادی به پا بود و همین سپا و لشکر ادی خودی ادی همین دنکای که درشی دادی بود خودی ادی همراه بود. دید که شوق را شد در مابین دست صدا چکه و دیره و بروف بگرد. اینا گو شما دیگه قرار همیجگاه بشینین که من از این دیره و چکه تا خبری نگیرم نمیدارم. این دختر هم تا خوش آمدی به تاریکی اونا بریشنایی به دیره زدن و رخصیدن خود خونم بگذارین که دختر سگلشای پری مدام میای به می تپی دست اینا بخون ملجای تیار میکنم. امشب آمدم ملجا از این همیشگاه بگرده و او شیشتی و دختر خونه ها به چاردیور از این برخصه. پس ورگش بیامد به خونه آمد خود یک دست رخت زنانی مقبول خوبی به سر برخ کرد و خور ارائش کرد. آمد ازم عقیب از اینا با مابین رخت که بودم بیم سبک ورگش مابین از این رسول الله کرد برخصیدن.
خودی از اینا همین تا رقصید که همین پریا هم سال شد بشید ایمی رقصید. گو بگیریم بغلوچه ها جیر بگیریم. بغلوچه ها جیر بگرفتم این آوردک به پیش خود پشتون که ای آدمی تو با کجا بودی بدی شو و تو ای تو رقصی میکنی تو هم راز دل خود بگو که چی مقصد داری. گو من هیچ مقصدی ندارم. مقصد من اگر حاصل میکنی میکنی با تو میگم، اگر نمیکنی نمیگم. گو اگر دستم بیای مقصد تو حاصل میکنم. این کیفیت خود بگفت که همیتا شما بروی تخمه مرده همه بخشی عدی گفت و همیتا به خونه خرابی میت عدیل بگدشتی بودم سرفتادم شد دیدم که همین جیه. یک شب آمادم دیدم چوب بردم زدم این زنده شد. همون شب خودم اختلاط کردیم چای نون حساب رگار خور بخوردیم. صبح شوی که باز همون چور بیاماد این بردنگی که بازد دید که این نمیخوره با طاقات سای کرد مر بدید. مر که بدید یک دونم تابوت گرفته ورده شیکه برابرات خورد. اگه میتونی شوهر مر بدی اگه نمیتونی هیچ چیز دیگه مقصد ندارم. گو بیاریم هم پیردالای بردنگی بیاریم. هم هر چی که بردنگی بود اینا یک جا کش کردم آوردم به پیش ازی که همی بود گناه. این بردنگی تیر بیا ورده بود. این به مابین آشپزخونه خور خف کرده بود پس کشیده بود. ادی دگرا پرسان کرد که آخه چری هم دیگه چی نیه؟ گفتم هم یک پیرداله بم آشپزخونه خور پس کشیده نمیایه. گفت بریم این کش کنیم بیاریم. برفتم این کش کرده بیاوردم که همین. هرچی که این به تحقیقات گرفت این به اقرار نمود. این هر چی داد اقرار نداد. آخر گفت بگیریم یک تاوی سرخ کنیم. تاور سرخ کردم که اون ادی پیرداله به مابین تاوه که بگدشتم گوهاد میگم. گوها به دست منه گفتم فوری مگرید بیاری برفت تاوت گرفته وردش بیارد پیش از اینا بگدش گیر زنده کو چور وردش یکی دو سه ساعت از کد وقت به جا خوب بشید گو قابی گیشی بریده گو همین جوان لایق توردش که دو تا گلدستر از همدیگر تو جدا کردی راد دید لحظ بسیاری بداد این توبه داد که اگر تو به طرف از اینا سی کردی وای بجان پس شوهر از داد به دست از دختر داد هر دوی آمدم پس به تجیر آمدم تجیر خود به هم کندم آمد به شرخ به شرخو که بیامد از اینجی نامه نوشته کرد به دست وزیر دادم بدی پدر بچه ری کردم که سپاولش کرد وردار بیا عرسی بچه خود بکن بود این بادشاه وردش نامه به دست وزیر داد وزیر عدیه آورد وزیر شهر آورد هرچی که به پیش عدی پدر عدی بچه عرض کرد پدر عدی بچه راغب نشد گم ما بچه داشتم مردم زنده شده که ما پس برم بچه زنده شده و ما عرسیل بکنم بیارم پس این وزیر ورگش بیامد که اگه هر کار کردم نمود بچه عدی وردش تا که من یک نشونی بزن میگم انا تو برو بگو بخش عدی میایه گو برو بخش پدرم بگو که روزی که تو و ما خود هم دو بودیم گفتی که همی اوخور که بکنی اینجا هفت کنه درو به درو لال جوایراته که بادشاهی نکنی همینا بستتونه اگه همین تنها بودم به ما بگفتی که ما به سر استادیم زندیم بیا اگر نگفتی خیلی باشه از اینجا همین نامه نوشته کردم این وزیر آورد بخشه ازی که بداد این بادشاه گورا روزه که همین گپا رو گفتم همه ما از این دو بودیم دیگه کس کنه که گپا بشنوه وزیر ازی هم گفته که بیا که بری برکت کنی سپاه و لشکر وردشتم از اینجا حرکت کردم آمادم به دی شهر دید که بچه از این تیار خوشحاله روی بچه خود بوسه داد بچه از این دست پای پدر را بوسه داد این دختر عرصی کردم با ساز و صحبت و روزگار وردش آورد به شرخ به شرخ آورد هر شهر را چراغون کرد هندو را خم داد مسلمان را پخته به ما که نرسید یک اردن تهدگی سخته بدی بچه خود یک قصر با صفای تیار کرد هم تا که خودی زن خوب همی قصر رفت هم 40 شبانروز بدن رد از 40 شبانروز نفر ری کرد این از قصر بدر کرد که ای بابا تو دیخ شدی یا که تو رنج ور میداری بیا بیری شو برو بخوی بری بر به شکار برو این بچه بیری شد سپاه و لشکر ور میدیش میره به خوب گردش میره بدی شهر یک عطاری بود یک دختر دیش همچنان صورت دیش این دختر که هیچ مانند ندیش بچه دختر عطار خبر شد که بچه پادشاه همین زنی و بچه خداده پادشاه که 40 شبانه روز از قصر بدر نشد او پدری بزرگ از پیشی بیدو کرد یعنی او اشتای چیزی خواهد باشه این دختر عطار گفت که بچه پادشاه از کدی برمیای گفتم امروز همین تا برا به شکار نمازدگر از این بر بیایه
آمد رفت به همون سر جا دو سطر و صفا کرد و لباسای خوب به سر برخ کرد و یک تکه دختر عطار خور عرش کرد. بیا آمد به دم کلکین هم جگاه بشیش که بچه بادشاه به اسب سواره میآیه. بم نارنج زد بشونی ادی بچه بالا سر خسته که چیش بدی که به صورت ادی دختر عطار افتاد. دیر ادی بالی ادی کشش کرد و برم. بیا آمد به پدر گفت که ای بابا گوچی میگی باید که به فلان سرا همین دختری بود همون دختر درکت بدنی اون بمون. درک ادی که بودد که پدر ادی دکان عطاری داره آمد به پیش ادی عطار که ای عطار باید که دختر خور بدی به بچه بدی. گو دخترم اختیار خور داره که اگه شوهر میکنه اختیار خور داره اگه نمیکنه ما کاری به کار دختر ندارم. به پیش دختر آمدم دختر وردش که من یک دل اور میستونم که همون تا قصری وجود تیار کرده همون تا قصری به من تیار کنه. همون تا 40 شبانه روز که پیش از این بیرون نشده 40 شبانه روز باید پیش من بیرون نشه. گفتم خوب تیار میکنیم قصری بدی همون تا قصری تیار کردم هم تگیر عرصی کردم آوردم هم 40 شبانه روز بچه از پیش از این دختر عطار بدر نشد. هر کدوم یک قصری داره. یک شبی بادشاه در خواب دید که گو لاغر آماد و گو چاق را بخورد. این ورخیش با چوب تا فکر که میانی خو خور بکی تعریف کنم که تابین خو مر با ما بگه. گو بیا میرم با می عروسا خود تابین خو میکنه سی کنه که اینا چی میگم بخشم. آمد به دم قصر دختر بادشاه ترک کرد گفتم کدوم اکی گمانم بادشاه گفتم بفرماییم به بالا. این بادشاه که شوه شد رو به آمدن دختر بادشاه ماست به سر زینه دست به سینه به سر زینه بساد که بفرماییم به بالا. بیامد این خور عقب کرد و بادشاه جلو دختر به دنبال ادی آمد به در خونه. بادشاه به خونه بشیش دختر بادشاه دست به سینه یاروس ادی هم تایی استاده بود. گفت فردان بشی. این که بشیش گفته که من خوی دیدم آمدم که به شما بگم متابین خوی مر به ما بگم. گفت بفرماییم. گفته که من دیشب خواب دیدم که گو لاغر آمد گو چاغر بخور. گفت به پیش از او عروس خم برفتیم گفته نه. گفت برین شما از او عروس خود پرسان کنیم سعی کنی که او چی میگه انا باز رد دی بیاین که مذهبین خوشوان باز با شما بگم. گفت بسیار خوبه از اینجا حرکت کرد آمد به دم قصر دختر عطار در داد گفت کدوم که گمانم بادشاه گفت بیا به بالا بیا. این بیا آمد به بالا آمد همزگار نی کسی به جلو و ادی ورخسته نی کسی به در خونه استاد و خود ادی سلام علیکی که برای بادشاه به خونه بشی. گفت که ما آمدم که خوابی دیدم به تو تعریف کنم که تابین خواب مر بگی. گفت چی خواب دیدیم؟ گفت خواب دیدم که گو لاغر آمد گو چاق را بخورد. گفت شما ادمت چی میپرسید؟ شما 4 خلیته عطاری پیار مردم بفروشین که داروگرم به چندی زرچوه به چندی و ازغن به چندیه بیامدیم این خبر از من بپرسیم. بادشاه پس از جای خوب خیست آمد به دم قصر دختر بادشاه با ترک کرد. دختر بادشاه آمد به سر زینه گفت بفرمایید بالا. بیامد دست به سینه استاده بادشاه جلو ای به دنبال ادی آمد به در خونه بادشاه به خونه بشید. این دست به سینه استاده بود گای فردن بشید. این بشه فجا خو گفته که چی گو که با ما گفته که 4 خلیته عطاری پیار ما از ما بپرد که داروگرم به چندیه زرچوه به چندیه. گفت تابین خوش و امینه گفت تمام و گداما خور یک جو موجودی کن. اگر خرج سپاه و لشکر خور بود داری کجای خو هیچ نجوندی. اگر کم بود داری همه فوری فرار کنی بری برات کار خوبی کطور میکشن. خیلی آمد گدامای خورینا موجودی کردید که خرج نیمه سال رعایت نداره گیشته میشه. آمد به زن خمسله که زن ادی وزیل ادی گفت بیم همینه که بهم شوق قراری شده اینه کنیم به در بشم میری نقم گریب بکند که تای قصر ادی بیرون میشه به بیرون شد بیرون میشه. شوق قراری شد هر دو عروس خورم وردش خودی بچه خو زن خو وزیل زن و بچه خو و چند نفر سپاه و لشکر یه خیمه و خرگار بار کردم بیرون شدم میکرد. رسیدم به دستی بیامونی بالی از اینا شک شد. همین جگاه که شک شد تجیره خود بپا کردم. بچه از جمع تجیر خور خودی زنکا خود بپا کرد با تجیر خود خواه بود. شب قراری شد زن عجیب بدر شد. زن بادشاه بیری شد. زن بادشاه بیری شد دید که به تجیر بچه از این ریشتهیه چراغ میشیده. بیامد چین که تجیری بالا کرد دید که هر دختر هم تکسرا از اینا روای اینا لغ شده. از بلست رواد اینا همین تجیر ریشنهی میده مثل چراغ بود.
بیامد بادشاه تکون داد گو بخی این ورخی سیر آورد کش کرد به دم تیجی گسای کو این کسای کرد گو اگه مار نکشم به مختین همی اردو عروس تو که مار میکشم گو چه کار کنم گو بگیر که دست پا بچه دستای یکی میگیریم پا یکی را مبین از اینا ورد میداریم اینا همینجا پرتا باشه میکنیم بمشه میگه میریم آمدم دستا بچه یکی گیری پاها بچه یکی گیری فینا کرد مبین از اینا آزرده وردش هم تجیر بدر کرد هر دو دختر بگذاریم که خوب باشه این به بیری آوردم بچه بیدار شد گفتم بابا اگه مار نکشه با مختین زنکات مار میکشم از این زنکات صرف ندار که بچه هزار با پدر نمیکش اینا که به اسب سوار کردم تجیرا خود به هم کردم بار کردم هی کردم اینا بگذاریم که همینجا خوب باشم خوب رسیدم یک قلی بود 40 تا دوز بود که اینا دیگه غیر وظیفی از دوزی دیگه چیزی نداشتن چیش بعد اینا که به زینا افتاد از قلی بیرون شدم که خدا چی شکاری داد تا اسب از اینا مال دولت هر چی که داشتم یک جور از اینا بگرفت از اینا یک جور بگرفت اینا آورد و کونه لیست اینا یلک اینا بیری شدم آمدم رسیدم به دیگه شهر یکی به داش عموم رفت یکی به کله بزی رفت یکی به نخود پریزی بگذاری که اینا که برم برد بود از این هردی دختر گوش کش این هردی دختر بادشاه ورخش دید که افته بالا آمده دید بیریش رو سعی کرد که جا هست جگاه نیه هیچ کس نیه همی تجیر از اینا و پای آمد بملقت زد به میکون دختر اتار که دختر اتار ورخی که همه برفتم موت دو بودیم جگاه پرته یا جا خو که وقت سعی کردم یک عمله چورت فکر در دختر بادشاه دو دست دریشی وردش این کار یک به سر بر عجو کرد یک به سر بر خود کرد گو نام جنگ شمشیر و نام تو جهان شمشیر نام مرد افکن نام شیر افکن و نام تو مرد افکن بخشید دختر عطار کو دختر بادشاه شیر افکن شد و دختر عطار مرد افکن آمدم با پای عدی قلی دوزا که برسیدم چیش مدینا که بفتاد گنال از پیش عدی دوزا ماش تفتیل شد این دوزا دودبین به چشمه عدینا بسایی میکردم دیدم که دو تا جوان از پای خورسوار همو میایم اینا بیری شد یکی از قلا بدر شد آمد رو به طرف عدینا دختر بادشاه جلو اسب خورداد به دست عدی مرد افکن داد این بالا شد به بغل ما همکوی پیش آمد که به پیش ازی پیش بیاد زد لنگا زیر سخ کرد یک دیگه بیری شد زد 10 تا بیری شد زد 20 تا بیری شد زد کم 40 تا همین دوزار بنداختن زد از پیش آمدم به دی قلا آمدم که با اسباش از شوی و از خسوری و از وزیر و تمام مال و زندگانی ندارم می قلی همه قدر مال اینا به دی قلا لقه کرده این دوزا که از عقل میه خیر همیجگاه نامه نوشته کرد با سردار ادی قلعه بداد که این قلعه اشرف کن از پای خورایی کردم رسیدم به همین شهر رسیدم اینا گفتم خب ما میمون کیشیم آمدم راست بوزور بادشاه بستادم که ما بچه های فلان بادشاهیم به شکار بیدو شدیم انا امشب بالی ما شب شده و ما آمدیم میمونتون این بادشاه رو ببریم بدین فلان سراچر بدیم که اینا برم بشین این بادشاه هر نظری که به نفر عدی بد میایه یک شیری داره شیر شو یله میکنه میایه شکمای در پارو میکنه میره برد کرخو میره اینا آمدم به همی سراچه بخشی از اینا نون آوردم نون که بخوردم این شیر افکن وردش که این مرد افکن گو چی میگی گو تو دیگه سر خور بگذار خو شو ما پیره میکنم باز مرک خو گیری ما خو میشم تو پیره کن این دختر بادشاه شیر افکن همیشگاه بگذاریم که شیشتی بود که یک دندی در سراچه صدا کرد خو یک نر شیری دوم بعدی بم پشت عدی دهن عدی و افتاده که آموخته بوده ای همتا که بیامد بم مین دهن عدی زد کردم خوش دوم بعدی بدرد قیل شد بم هوا خورد بم زمین خورد جا بجایی بخوردم لاش عدیم جگاه پرتای بومون سر صبح که بادشاه گفتم وقت شیر تربت زد بکشتی بیامد کسایی که بیشتر ترک به زیر عدی بادشاه این بادشاه گو چه کار کنم وزیر گو اگه خودی از اینا خیشی نکنی خودی از اینا گرفته نمیتونی این بادشاه یک دختر کلان قدرسی صاحب صورت دیش آمد به پیش ادی که ای شهزاده چی میشه که من همین دختر خور به نکاح تو میدم گو بسیار خوبه دختر خور بادشاه نکاح کرد داد به شرف کن آمد دختر بمسراچی خوب فوق‌العاده بخشی از اینا بدادم این دختر بیا ما خدمت کرد نماشون نونه او که بخوردم جوها از اینا رو که بنداختون شرفکن گفت برو پیش عده خود دختر را پیش عده خورد
صبح چای پیش عادی خورم خدمت میکنه نمازون وقت خواب میشه میگه برو پیش عادی خود خوب. آخری دختر آمد خان مادر خود گریکیشتای شویی با ما دادیم که ما تاوشون جون میدم نمازون جای دار میندازونم میگه برو پیش عادی خود خوب شو. این بطل بید باد این با بادشاه و بادشاه دماد خود بطل بید که می دختر با تو دادم آخی زنتونه چرا به پیش خود خوب نمیکنی. ما روزی که شهر بدر شدیم پدر ما نابیلی داد که تا وقتی که به شهر خود میاییم اگه شما به پیش زن خوشیم نابیلیم شما نابیل دارم انا ما تا وقتی به شهر خود نریم ما به پیش زن خوش شده نمیتونیم. خیر برادر بگذار گفتک به دختر خود گفتک اینا نابیلی داده پروانه داره باشه که تا وقتی به شهر خود میره. شوای شرفکن بدر میشد بازار کوچه گردش میکرد رنگ زمانه رو سید میکرد که چی رقم بیام آدم جگاه بیری شد دید که یک نفری به دار کشیدم یک پیرزاله که هم جگاه ششتیه و یک سر گریه میکنه پیش آدی رسید که مادر چرا گریه میکنی گویم بچگاه که من به دار کشیدم انا نگدشتم هر چه ورد کردم که همی بگذاریم که یک بوسی روی بکنم مر نگدشتم گو بیا بالا سو سر کنیم 10 تا دید پیرزال بالا شد به سر شونی از یک حمله شدی پی نمیشه دید که شلب میکن سید که کرخته دید همه لمش کردی 2 تا خوله کرد بفتاد هم که بفتاد پیرزاله به در رفت هم که نیمچته قلقش کرد بم پاچه از این پیرزاله بپیشید هم یک تکه از پاچه از این نیمچته قلم کرد پیرزال بجست برم این بیاورد آلی با خونه که همین تا تکی قیمتی که قطع پیدا نمیشه اینا که بم روی بالشتی که خواب بودم جگه اینا که تونو که سرس وقت دختر بازشو بیامد جواد اینا لقم نکرد این تکر که بدید این وردش ببرد به قصر به پیش مادر خود که باید عظیمه با من یک دست رخت بستد سر سویر بطل بیدم که عظیمی تکر باید مگر دست رختی بدم خوب دید گفتم خوبه روی خود بدین مرد افکن که این مرد افکن اگر نامزن به دهن و توماتور مثل آشوری ریزه میکن اگر از قصر خوب بیری شدی از اتاق خوب به جای به گردش رفتی خبر شدم تو ریزه ریزه میکن قرارم اینجا ششتی خدمت تو بگذار که بکنم ما که برای این کار بیم مگر مجبورم که بیری شد از این جهت بخور بدر که صبح شد سر به بیامان خودش خیری و مشقت کشیده میره آمد رسید به یک شهری دید که به در یک سرای یک دم دیره و رقص و سما بگرده یک دم گریه و نور بگرد بره بابا این چی گفته که یک دم اینا دیره میزنم و میرقصم یک دم اینا گریه میکنم که وطن شو دارم بیا مادر از این سرا ترک ترک کرد که برادر شما چی گفته که یک دم دیره میزنیم و میرقصیم و میخونیم یک دم گریه میکنیم گو برادر با کاری که کار نداری چی کرده گو مگر بگیم با مکی چی گفته گفته که همین سرا که میبینید دومادیه این شو عرسیده بدی شهر موساد یک که اجدهاریه انا شو یک شطور و یک بچه میبرم به می اجدهار میدم که میخوره بدینا قرار نداره و او بخشه دینا میده که اینا میخوره مردمان شهر اگه نبرم بدینا نمچک او نمیده هر کس هم بگیر بیای میخوره ایجا انال این شب عرسین صبح نوبت از اینه که صبح شو ایر ببرم که اجدهار بخوره یک دم عرسین ذوق شدی میکنیم یک دم که ایر میبرم اجدهار میخورم ماتم از اینه گریه میکنیم پدر عدی بچه بطل بید بیامده گفت اگه برادر گریه نکنی ای وقت بچه تو من میرم که مرم اجدهار بخوره شما قرارم ذوق شدی خود خنده و اختلاط خود بگرد کنی بسیاری پیار عدی بچه خوشحال خوشوقت شد همه رقص و سما و دیدی خود بگرد کردم صبح ترفی نمازدگر شد در سرا ترک ترک کردم گفتم کی نه گفتم پیرمرد بگم بچه بریش این فوری برادر وردش تو دریشا و سر من عدی و تیر و کمان و خنجر و توفنگ عدی بشونی عدی بریش آمد مهار شطور رو بگریفت و دختر بادشام بود به بالای شطور شما رو ببر میامد بلا به دریا رسیدم اینجا دختر بادشاه بالای شطور خوب داد پایی شد رب به کال قایم شد و این بم یک گوشه گردش میکنه سید میکنه دید که از بغل کو این اجدهار هم تا که میای دم میکشم به خوار خوش بم جلویتی میره هم تا که نزدیک شد فرصت نشد دیگه دولی چاران ندیش هم نیمچته خرم تا که گریب بم پینک و خور بم ده کلا بزد بم دهنش
هم تک بدار نیم چدک بگذار که ای بارم شخ کرده برای یا درم شخ کرده برای آخوش شدم با دید دو پله که یک پله بزی بر افتاد یکی دید دختر بیری شد آمد در مابین او سر جان رو سطره صفا کرد حال دختر با دچار صدا میکنه که بیری شد خیال از این میرسه که اجدهاری جق میکنه یک یه سنه به 1000 نفر یک نفر جد میکنه یاد شما همال از که از کجا شنیدین یا از کی بود یا چی و ای بابا به وقت که بچه بودم مثل ادی بودم که هر کس گفته ادو فرصت نبود به او فرصت های که ما بودم یک نخوت بیت که به ما بگفتی در درس بود همون خوننده شاعره بود به هم رخ می شدیم که او میگفت میفهمیدم که به چی وقت بگفت به پیش که یک مرتبه دهن خوروا کردی که یک شون درست بگفت همبر میاد داشت مر یاد داشت انا خداوند من بی درد آتش کرد که به کلیچ دیشب گوسپندای بود بیا وردم به دورین سرا وردم تا بامی دم دالون بیامد گوسپندا دم دالون همجا گوسپندا تحریک بود پاس برات خورد کشت این جلو الفای بود آورد بامراد هم گوسپند برگشت من همی تپیم هم تا که بام دیوار خوردادیم دو تخمر چشم برقاق آتش پراش بام یک گردم پرتو یعنی چند یادی پرتو بودم میرمی دالون راز دید کمک دل ما به حال آمد وقتشون خوش بیامدم با بالا آمدم همی رو کار با صبر شکر گاهی مرد به بغل جور میشه گاهی بهم تماشتم جور میشه حالی که خداوند نصیب ما همی ایرونی و پریشونی بکرده تا صبر شکر داری آمد طرف پروردگار همی تا پریشونی و ایرونی همی 2 سال نوکری از این امروز آمده از امروز که شما بودین این برفت امروزی بیامده با وجودی که یک باسکل از قماندان خوب بیاورد اینجا بشه برای او پوش و توگیری کرده ایران ببرده به قماندان خوب این زود یله کرده بیامده انا او تلفون که بود از اون درست که برفته هرچی همین نقلا که به پیش من نقل میگم حالی من میشنم یکی خوش نمیکنم سعی میکنم با خود میفهمم از 2 نقل یکی از 3 نقل با هم گاتی یکی المر مزده نمیده بعد بمیاره همین خوننده های کال همین فیته هایی که میخونه اینا یکی من خوش ندارم چرا ایتا خوش ندارم با اون فرصت هایی که ما اینا به کارا میخوندیم حالا هم 3 کلمه 4 کلمه عدید با 100 رقم این میخونن که ما فیلمی میخونیم همون 4-5 کلمه اینا بکارا ما که میخوندیم همین گپ که دهن ما بیری شدی دیگه با دهن ما نبود تکرار نبود نه دیگه هیچی نبود هم دریا بود دیگه هم شب روز با می پیالم بگفتی هم پیاله بود اینجا یه رزه چند روز کشته بود یادم شد اصلا پکه موتور بود یا کجا؟ خوب است خوردم اصلا این پکه چی بوده؟ این خیلی از موتوره این پکه تونگوه بدون داخل تونگ هسته این روشن میکنم سرد میکنم بم هر کاری او دست داره چی فایده که به خیارات کنی داریم از این کلانتر هم هسته ولی همه زود و فکری نکنم نمیرسه به فکری هست همه قرار از دست میاره صدا بسیار کم
خوب باد خنوکی داره. بله. آره خونه رو سرد میکنه. دختر کجا میدی؟ ایدو از این چکاری کرد کنم زیاد پر نشم ایزو ازش آل خویتر شده بگم این خود رضا که پیش ازی هستم نام بیرسید از بس که دشت میخورده. این یکم رو از این زینه بفتاده پیو افتاده توی زده شروع غلو شده چی وقت؟ این وقت همی شیرینی زیاد که میخوره دواز داد این تو مسکنده شما نرفتید یا افتاده شد کمی ولی آمد؟ رو بفتاده is not Yeah. the skin is not from Yeah, I'm looking. I'm thinking. I have some ointment I could give them something to put on it. یک چیزی دارم شاید توی همون میخوره اگه فراموش نکنم چون خود چرتی میری چند نزدیک اول اگه صابون اگه باید بشورم از خود صابون روز بشونیم بروز 2 دفعه یا 3 دفعه اگه بگذارم شاید زودتر خلاص میشه شاید یک نمیم اول روی خود صابون بشونیم خوبه هیچ در نمیبرم برگرد خوبه آرام پختی خود میکنه صابون بشونیم اما کم اولی. خواست با صابون اگه آوجوش باشه از چای یا چیزی شاید نباشه فقط اگه جوش باشه کم کم سر شد باز روی صابون بشورم بگیری بس میشه دیگه خب چرا فکر میکنم نزدیک خوب بفهم خیلی صدا کرد که این دختر بادشاه گم منم تو صدا میکنم بیا کیر با پدرت دو تا مالت یار کرده دختر بادشاه گریه کرده وقت استوهولکی بیا ما دید که والله این وقت بکشته تصمیم این کال کمر ادی اجدها را بدر کرد این پس به بالای شطور سوار کرد آورد خودی شطور یله کرد که برو بقصد ای آمد به سرای همی پیرامرد که بچه عجیب بود همی جگاه بود خبر به بادشاه رسید که بچه پیرامرد همینه که اجدها را بزد بکشتن دختر شما را برید بادشاه ایل بخواست بیامد گفته که تو وقت که همی تو کاری کردی من همی دختر خود به نکای مسلمونی با تو میدم دختر عدیرم به نکا بکش شنشای همی جگاه بیامد و شو جا عدیر بنداختند و دختر بیامد به پیش عدی گفته که وقت بر پیش عدی خود خود شد این شوی رفت و صبح شوی رفت و صبح بچه بدر میشه به شکاری بری شرفکن با نماسم که میای این دختر با جا عدیر میندازن و وقت خوی که میشه میگه برو پیش عدی خود خود شد آمد یه خان مادر خورگیری بازی بازشایی بخواست کاخی زنتونه اخمه با تو دادم میای به پیش تو چری پیش عدی رای میکنی گفته که ما روزی که از پیش پدر جدا شدیم پدر ما رو نابیلی داد که تا وقتی به شهر خود نمیاییم مشکلیم به پیش زن خوی نشیم اگه خوی شدیم شما رو نابهیلم حال ما حرف پدر کی شکست نمیتونیم وقتی که ما به شهر خود بریم او از زنمون خیلی دختر سنگ صبر بسر دل عدی بخوردی بچه گردش میکرد یک روزی آمد به دشتی دید که میجگاه یک خونه های ما بین عدی خونه ها آمد در خونه رو واقع دید یک پریزادی به موی سر اویز این گوی پریزاد که بدید گوی شهزاده گفته که تو آمدی به اینجگاه خون ما به شیشه بود تم خون خوری به شیشه کردی گوچری گالی قوی گیشی بریده اونو برسته که سر خور بشوره اگر این ببینه تو را میخورم مرم میکشه گو کجایی که برم من پی خونه بیا ما دید که همون برزنگی که القاش کرده نیمچتک با پا عدی بپیچیده همون برزنگی سر خود میشوره از اون پی بیا مادم یک لندوده سکان موه از دیر تو داد بمی دست خو مخم بچرا بمی کون عدی تی قمیز داد دیر خم همه تا زد که تا این توبه دا این که توبه بدا دید که همون پاچه قلم کردی هنی ده هست گو به صورت فوری گو ازمی تکه باید بمو بدی این پریزاد بردش گویا لحش و مردی خو میاری از کجا میاری اینا ما آوردم بخشی ازی آوردم گو تو مر یله خو که ما بریم این پریزاد را نجات داد پریزاد از اونجگاهی که برم با ملک خوا
از اون جادمی تکه ها 10 تا بخشادی وردش بیاورد گوان این پریزاد گو میفهمی هر وقتی که موی خواسته باشی بدید کنیم ما با تو میرسیم ما دیگه پس میرم ما با تانخو میرم این رخصت کرد به اینار بگیر به همه کیف تازی پادرنالات بسته که چربندی گو تا هم عقل سر گو اصوری میره خیلی اینار گریب بیامد اجازه خور ازی خسور خوبستون که ما همینه که پس میریم با تانخو میریم زن خور از اینجا بردی سپاولش کرد چندتای خودی ازی خسور ازی همراه کرد و آمادم این بازدنگی هم بگذار که مثل اصوری خودی ازی میآید بدی سر رسید که مرد افغان بود اینجگام دستشایی بساد و رد از این مرد افغان همراه دختر بادشاه از اینجا هم سپاه و لشکر خودی از اینا همراه کرد حرکت کرد خدای تو آمدم به اینجا آمدم اینجا آمدم جایی شدم بیری شد من بازار گردش میکرد دید که شو ازی تبنگ نونی داره همه جگاه شیشتی نون میفروشه گذار کرد گفتا گابچه گوچی میگی گفتا تو باید بخشی ما همه روزه روز 10 تا نون بیار گو خوب این روز 10 تا نون میآوردم اینجا بخشی از این میداد از اون نماشم نینار بیاد گو بیا و بالا بیا این با بالا کمر دینار رسید گو تو میگم بیا بالا بیا این بیامد با بالا گردن کج نونم تبنگ نونم هم دست ادی بیا خودی نونم گو تو از کجا یادی شهر کتینی یک آیا بند دل ازی کنده شد این راز دل خوربخشی ازی بگو که ما همیشه بازشهایی بودیم ما بچه فلانه بازشاه بودم من روزگارم خدا همیشه کردن حال نون فروشی میکن گو با تو روز چند بودم با تو درایشی میدون با تو اسب میدون با تو توفنگ میدون بیای خودی ما همراه باشی گو ما پیارم گو دشتی مادرم دشتی گاست یکی فلان همون بدور یکی فلان داشت آتش میکنه گو برو تمامیر همه لقوکو بیار اینا رو بیار که بام همگی رخت و لباس و تنخواه میدون قرار همینجا خودمون پرسه باشم این بچه بیری خیلی آمد با پای داشتید که پیار اگه آتش گفتا که بابا جو بگو که من اول گرم کنم گفت ما بچه تونم تو بیری باشو که ما سعی کنم از تو بپرسم گفت بابا برو که میاد تو هست که من مرتقه از اینجا بدر کنه آخر برای با پیش ازی گفتن بیا که خدا به ما اونی تو بود از می ندی دیدا بیدی شو گوهمی تا پادشاه برات مرای کردن برفتم گفته به شما دریچی میدون به شما اسب میدون به شما توفنگ میدون تنخواه هر چی ما این میدون گیروش یه لکوی کاره این کس کرد بیدو کرد دیما دید که وزیر به کلافزی آتش میکنه وزیر صدا که بابا جو بودا کلامر تکه بوچیش کلوهای نجوش سم مرتکه مر بدر میکنه خیل بسر ننوات وزیر از اینجی بیدو کرد زن بچه ها خور هم میگیر پیدا کردم اینا بیری شدم آمدم به حضور ازی اینا رو که بدید که همه بود هست اینا رو پشتم فوری اینا رو ببریم به امون اینا رو بردم به امون سر جون اجرا سطرا صفا کردم هر کدوم یک دست لباس زنونه مردونه بخشی از اینا ری کرد به سربت از اینا کرد اینا کار بیاوردم اینجا به حضور خود خو اینا دریشی داد اینا توفنگ داد چند شایی بودم از اینجا بگذار که دخترای بادشاه رو وردش و شیرافکن و مردافکن ای کرد آمدم به دی قلعه رسیدم تمام مالی که به دی قلعه بود یک جار گرفتم به سطورای بسیاری بود بارگیری کردم بیامدم کوتاهی سخن به دی نزدیک شهر خود رسیدم نامه نوشته کردم رای کردم بخشی از این بادشاه که بادشاه دیگه با تخشیش ده که ما فلانه بادشاهیم بادشاهیم و دیگه که برو برای کار خو جواب نامی از این گفت برو خرقاس برای کار خو مدتی تو فرار کردی برفتی حالی آمدی که ما بادشاهیم بیامدم بجا خو که اگه بیای تو ریزه میکن هم تا که بازدنگیر گو چشمه تو بگردم هم تا درو کرده میری چکم پاره کرده میری بازدنگی هم تا که بام شهر داخل کردی بام طرف خبر به بادشاه رسید که یک بلای خدای بم بازارم هر کس بگیری می شکایت پرا میکنه و میری زن بچه خود بادشاه و وزیر و روزگار وردشتم به درس نافرم اینا زده خورد کرده آمدم به تخت بادشاهی بشیشتم بادشاه پس دریشی های بادشاهونه به سربری به تخت بادشاهی شیشته بود بچه ازی همزگاه بم دلی نقاص شیشته بود این دختر بادشاه آمد به پیش ازی
گفت که ای بچه بادشاه، گفت چی میگی؟ گفت میگم زن خورد تو وقت پیدا کنم بیای یار اگه تو کاری بکنی که یک ثواب میکنی. دختر عطار گفت بده برو دلشار بدر لباسای زنانه رو سر برخور. اما دختر عطار دلشار بدر کرد و لباسای زنانه رو بخ کرد و خود زینت کرد، بیامد به پیش ازی چشمای ازی که بفتاد ایل به بغل گرفت. یک عمده که پیش ازی بود گمه که زندگی تو رم بیارون گفت گیار اگه بودی که الان نور بود دیگه. یا به دو خونه یم دلشار بدر کرد و لباسای خوب به سر بخ کرد و خور عرایش کرد. آمد به پیش ازی چشم ازی که بفتاد چشمای ازی روشن. رد تاج بادشاهی وردش بادشاه زد به سر بچه خود. بچه خود با تخت بادشاهی بنشان. اونا در بادشاهی خود بودن، ما آمدیم برای بیرونی فقرایی خود و نبی بینوا با درد آلوده گردید از آران حیف که عمرم می شود. خیر بینه خیر بینه بسیار خوب بس چای دیگه هر چه که من نقل یاد دارم من تو چیزایی که شما یاد دارین فکر میکنم مثل که عکس هایی مثل که فیلم هایی تیر میشه که چیزی که دیدین به فکر خود برای ما مشتشی کنیم. خیلی بسیار تشکر. چی؟ امریکا با کجایی؟ ما با کجا؟ همین لطف خوشمانه خلق خوشمانه که نمینار حالا نفر کایسته نبگه خیلی پیدا میشه بفهمیده؟ خوبتر یا خرابتر، کمتر یا زیادتر، اما همین لطف خوشمانه اینا رو وادار ساخت که از اونجا خزم بیام باز به اینجا بیام شما رو به ده پیدا کنم برای شما بگردم. خیلی نعمتیه کسی اگه بفهمه، خیلی نعمتیه. خلق خوش خلق رو شکار کنه تا من بر بغل تو که پرته باشم که بگی من بسونه بگو تا من بر بغل زنده باشم. Yeah, I should see the ladies. Yeah, I should. Okay, see them and tell them goodbye. میرم یک سلام میگم رو خونه میگم میرم پیشم و همشیره هست خودی از اونو های امرو فاریقی هم خاطری اون که ما به خود مسخره کردم امان خدایی میکنه همین همسایه بود چودی بر این رو آمدم من بیچاره مریض بودم بسیار تعریف کنم بس چرا میمونم